سلام بر دانش آموزان عزیز. امروز میخوام که تا صفحه 76 که قراره ازتون امتحان گرفته بشه یه مرور کلی داشته باشیم. ما چند مدل معادله خط داشتیم. یک معادله خط داشتیم که مورع بود که y مساوی بود از ضریبی از x به اضافه یه عددی یا منهای یه عددی، مثل این دوتا مثال. یه سری خطوط بودن، خطوط افقی که y مساوی با یک عرض ثابتی، مثلا y مساوی با یک نقطه‌ای که خطی که موازی محور x حرکت میکنه و عرض تمام نقاط روی اون هم یکه. و یه سری خطوط بودن که عمودی بودن. خطای عمودی نمیتونیم به صورت y مساوی با چیزی بیانشون بکنیم، چون تمامی مقادیر مختلف y رو در حالی به خودشون میگیرن که xشون هرگز تغییری نمیکنه، پس نمیتونیم y رو تابعی از x بنویسیم. اونها معادلهشون به این صورته که x مساوی با یک طول مختصاتی ثابت، مثلا x مساوی با -2 یک خطی است موازی محور y ها و در نقطه x مساوی با -2 محور طولی رو قطع میکنه. یه همچین شکلی خواهد داشت. خب حالا بریم سراغ این تمرین. معادله هر یک از خطای نمایش داده شده روی شکل رو بنویسید. خب این خط آشناست، مثلا این خط رو باید تقریبا تو ذهنمون همیشه داشته باشیم. نیمساز ربع اول و سوم هست. ربع اول و ربع سوم خط قطع میکنه. معادلش معروفه و y مساوی با x. این یکی خط صورتی قرمز رنگمون y مساوی با -x، یه جوری نسبت به محور x ها قرینه است. این نیمساز ربع دوم و چهارمه. این یک خط عمود بر محور x هاست، یک خط عمودی بهش میگیم و اگه دقت بکنیم میبینیم که طولش توی تصویر به نظر 4، پس خط x مساوی با 4 خواهد بود. و این یه خط افقی، معادلش میشه y مساوی با -2. هر وقت ما یه خط غیر عمودی داشته باشیم، اون موقع چیزی مفهومی خواهیم داشت به اسم شیب، یا در واقع شیبش یک عدد حقیقی میشه. برای خطوط افقی شیب 0. برای خطوطی که به این شکل حرکت میکنن، یا به قول معروف اگر که از یه خطی موازی اونو از مبدأ مختصات رسم بکنیم، تو ربع اول قرار میگیرن و سوم، اونا شیبهاشون مثبته. و اگر که خطوطی داشته باشیم که شیبشون منفیه، در واقع اون خطوطی هستن که اگر خطی موازی از مبدأ یه خط موازی به اون از مبدأ مختصات رسم کنیم، اون خط تو ربع دوم و چهارمه. برای اینکه یادمون باشه شیب مثبت شیب منفی، y مساوی با x شیبش مثبت 1، نیمساز ربع اول و سومه، y مساوی با x شیبش مثبت 1 و نیمساز ربع اول و سومه، y مساوی با -x شیبش -1 و نیمساز ربع دوم و چهارم. یه نکته الان خوب شد به ذهنم رسید بهتون بگم. خطوطی که شیبشون مثبته حتما ربع اول و سوم رو قطع میکنن، ولی ممکنه نهایتا حداکثر یکی از دوتا ربع دوم و چهارم رو قطع کنه. مشروط بر این که گفتم حداکثر، چون ممکنه اصلا قطع نکنه. اگر اون خط از مبدأ مختصات عبور کنه، هرگز ربع دوم و چهارم رو قطع نمیکنه. و شیب‌های منفی خطوطی رو به ما میدن که اون خطوط حتما ربع دوم و چهارم رو قطع میکنه، اما ربع اول و سوم رو حداکثر یکیشون رو قطع میکنه. باز گفتم حداکثر، چون اگر اون خط از مبدأ مختصات عبور بکنه، نه ربع اول نه ربع سوم هیچ کدوم قطع نمیکنه.
یه نفر میپرسه یعنی پس اینجور که مشخصه هر خط حد اکثر 3 تا ربع قطع میکنه. بله مشخصه. یه کمی فکر کنیم اگه بخواد یک خطی هر 4 تا ربع قطع بکنه که این خط احتمالاً یک منحنیه، چون هم ربع اول هم ربع دوم هم ربع چهارم هم ربع سوم میخواد قطع بکنه. این حتما خط نیست. بریم سراغ مطالب صفحات بعد. فاصله 2 نقطه خیلی مهمه. فرمول کلیش اینه: طول 2 تا نقطه رو از هم کم میکنیم به توان 2 میرسونیم، عرض 2 تا نقطه رو هم از هم کم میکنیم به توان 2 میرسونیم، بعد حاصل رو جمع و بعد جذر میگیریم. اگر که این رو بخوایم روی شکل در نظر بگیریم، این 2 تا نقطه داشته باشیم، طول 2 تا نقطه رو که از هم کم بکنیم، الان مثلا طول این نقطه 1، طول این نقطه 4، 3 به دست میاد. 3 طول چنین پاره خطیه. طول چنین پاره خطیه. من چنین رو حتما روی این شکل هم توضیح بدم. ارزها رو اگه از هم کم بکنیم، مثلا تو اینجا 6 و 2، 6 و 2 4، 4 طول چنین پاره خطیه، طول همچین پاره خطیه. این عمدن دارم میکشم. این 2 تا خط موازی اینجوری بکشیم. بذار من بکشم دیگه. نه، این 2 تا خط موازی اینجوری بکشم و 2 تا خط موازی اینجوری بکشم. این طولش برابر است با تفاضل ارزها. درازای این برابر است با تفاضل طولها. خب اگر به این شکل نگاه کنیم، فاصله این 2 نقطه میشه این فاصله. خب الان پررنگ کردم اینجا رو. یه مثلث قائم الزاویه میبینیم. قضیه فیثاغورس میگه طول وتر، که اتفاقاً وتر این مثلث فاصله این 2 نقطه رو طی میکنه. یعنی طول وتر دقیقاً برابر است با فاصله این 2 تا نقطه. خب قضیه فیثاغورس میگه طول وتر برابر است با این ضلع به توان 2 به علاوه این ضلع به توان 2 از حاصل جذر بگیریم. خب این چیزیه که اینجا میبینیم. یعنی دقیقاً از قضیه فیثاغورس ما فاصله 2 نقطه رو به دست میاریم. چه شکلی؟ به این صورت که فاصله 2 نقطه برابر است با طول این پاره خط. این حرکت رو در ریاضیات آزادیم انجام بدیم. هر وقت بتونیم 2 چیز که اندازه‌شون با هم برابره و جنسشون با هم برابره رو با هم عوض کنیم. فاصله 2 نقطه جنسش بر حسب متر، بر حسب طول، بر حسب سانتی متر. طول وتر هم جنسش از متر و سانتی متره. و میبینیم که فاصله این 2 نقطه با طول این پاره خط با هم برابرن و این پاره خط در واقع وتر یه مثلثه. پس هیچ اشکال نداره به جای اینکه طول رو بخوایم حساب بکنیم، از ابزار فاصله رو بخوایم به جای اینکه فاصله رو اندازه بگیریم، از ابزار اندازه‌گیری طول وتر استفاده بکنیم. این پایین‌تر ببینیم چی داریم. فاصله نقطه از خط. فاصله نقطه از خط خیلی قشنگه. هر وقت که خط داشته باشیم، مثلا در اینجا این معادله خط المون هست و یه نقطه‌ای داشته باشیم مثل این، کافیه نقطه 7 و 5 رو به جای x و y توی این معادله قرار بدیم. البته شکل استاندارد معادله‌ای که من دوست دارم استفاده کنیم این شکل هست که شما هم می‌شناسید: 4x به علاوه 3y منهای 18 مساوی با 0. این فرم استاندارد معادله خط رو اگه داشته باشیم، اگه داخل این فرمول ما 7 و 5 بذاریم، یعنی 4 هفتا به علاوه 3 پنجتا منهای 18، این مقدار رو اگر حساب بکنیم، البته قدر مطلقش رو حساب بکنیم، این چیزی که قراره توی صورت این معادله قرار بگیره. اینجا هم دقت کنید گفته معادله خط AX به علاوه BY به علاوه C مساوی با 0 به این شکل باشه. خب پس ما مقدار میذاریم 4 هفتا 28 تا 28 تا که 18 تاش بره 10 و 15 25. پس صورت 25 رو خواهیم داشت و مخرج من بهش میگم بلندای ضرائب معادله خط. ضرائب معادله خط اینجا 4 و 3 هستند
یه برداری در نظر بگیرید با مختصات 4 و 3. بلندای این بردار چی میشه؟ بلندای این بردار میشه رادیکال مؤلفه اول به توان 2 به علاوه مؤلفه دوم به توان 2 مساوی است با رادیکال. این شما میدونید 4 و 3 اینا باید آشنا باشید. خیلی خوب اگه آشنا باشید واسه تستی. 4 به توان 2 16، 3 به توان 2 9 و حاصل میشه 25 و جذر 25 میشه 5. پس این 5 رو هم تو مخرج گذاشته و جواب 5 میشه. کار در کلاس. فاصله نقطه 7 و منفی 4 از هر یک از خطوط با معادلای زیر رو به دست بیارید. خب بذارید من اینجا حساب بکنم. این مشخص معادله به این شکل در واقع اینو به شکل استاندارد در بیاریم. به صورت من دارم اینو حل میکنم. به صورت 0x به علاوه 1y به علاوه 0 مساوی با 0 هست. بعضی دوستان اینجوری بنویسن. فقط یه دونه y داره. خب ما 7 و منفی 4 رو که داخل این بذاریم صورتش میشه منفی 4 تقسیم بر اندازه بردار حادی این خطمون هم میشه 0 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2 مساوی با 4 تقسیم بر رادیکال 1 یا همون 1 میشه 4. فاصله این نقطه از این میشه 4. این رو هم اگه بخوایم حل بکنیم نکته اینجاست که ما باید معادله استاندارد این خطوط رو در بیاریم. معادله استاندارد این خط عبارت است از 1x به علاوه 0y منهای 5 مساوی با 0. اگر که 7 و منفی 4 رو توش بذاریم تو صورت بذاریم میشه قدر مطلق 7 به علاوه 0 تا منفی 4 منهای 5 که حالا این مقدار میشه 2 مثبت 2 تو صورت میاد. تو مخرج چند میاد؟ تو مخرج میشه تقسیم بر رادیکال 1 به توان 2 به علاوه 0 به توان 2 دوباره 1 میشه. اگه حساب کنیم 2 تقسیم بر 1 میشه 2. پس فاصله این نقطه تا این خط میشه 2. معادله استاندارد این رو هم بگم و بریم به ادامه یادآوری و تمریناتمون. این 2x به علاوه y منهای 5 مساوی با 0. 7 و منفی 4 رو توی این میذاریم، قدر مطلق میگیریم، میشه 2 تا 7 به علاوه منفی 4 منهای 5. این صورتش هست. 14 منهای 4 صورت میشه 5 تقسیم بر اندازه بردارمون میشه 2 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2 رادیکال 5 میشه 5 تقسیم رادیکال 5 که میشه اگه حساب بکنیم میشه 5 میشه رادیکال 5. یه بار بنویسم براتون 5 تقسیم رادیکال 5 مساوی است با صورت مخرج رادیکال 5 ضرب میکنیم میشه 5 رادیکال 5 در رادیکال 5 در رادیکال 5 رادیکال 5 در رادیکال 5 میشه 5 با این ساده میشه و رادیکال 5. این هم از فرمایی که من انتظار دارم دانش آموزا بلد باشن. یادتون باشه مثلا هر عددی تقسیم بر رادیکالش اینجوری هم میتونیم بگیم میشه همون رادیکالش. چرا؟ چون هر عددی میشه رادیکالش به توان 2. یعنی اینجا یه رادیکال 2 داریم اما اینجا رادیکال 2 به توان 2 داریم. 2 تا رادیکال 2 داریم. یکی از رادیکال 2 با رادیکال 2 مخرج میره و یه رادیکال 2 میمونه. این هم از چیزایی که انتظار دارم بچه‌ها بلد باشن. معادله درجه دوم و تابع درجه دوم. معادله درجه 2 رو چجوری حل میکنیم؟ یه روش تجزیه است. تو روش تجزیه خب یه سری قواعد هست. مثلا میدونیم که اگر مجموع ضرائب بشه 0 بر یو منهای 1 بخش پذیره یا بر ایکس منهای 1 بخش پذیره. یه دوستی داریم میگه که چون این یادمون باشه چون این مجموع ضرایب هم 0، مثلا شک داشتی که به ایکس به علاوه 1 یا به ایکس منهای 0، یادتون باشه که ایکس به علاوه 1 مجموع ضرایبش 0 نیست ولی ایکس منهای 1 مجموع ضرایبش 0. پس اگه یه عبارتی داشتیم مثل این عبارت که مجموع ضرایبش هست 1 منهای 10 به علاوه 9 میشه 0،
اگه همچین چیزی داشتیم این حتما به x منهای 1 تجزیه میشه. خب این خوبه یادمون باشه که کمکمون بکنه. یا برعکس یاد میگه خب چه چیزی به x به علاوه 1 بخش پذیر میشه. یادمون باشه که این چند یک، این چند یکی در میون با هم برابرند. حالا اینجوری میخوام بگم که یادمون باشه اگه یه عبارتی داشتیم که یکی در میون با هم برابر بود ضرایبش، اون هم به x به علاوه 1 بخش پذیره. خب حالا همیشه به این راحتی نیست که ما نگاه کنیم به اون عبارت و بتونیم حدس بزنیم که به چی بخش پذیره و تجزیه کنیم. بهتر از یه دستوری استفاده کنیم، یه فرمولی استفاده بکنیم که روش کلی همون روش دلتاست. روش دلتا، اول دلتا رو حساب میکنیم یا مبین معادله درجه 2 یا عبارت درجه 2 که مربع b منهای 4 برابر حاصل ضرب 2 تا ضریب دیگه است. بعد وقتی که این رو به دست آوردیم جذر این رو محاسبه میکنیم، رادیکال دلتا رو حساب میکنیم، از قرینه ضریب x یه بار تفریق و یک بار اضافه میکنیم و تقسیم بر 2 برابر ضریب عبارت x2. حالا اینجا مثالی زده و شما هم بلد. بذارید اینو حل بکنیم. اینو خیلی سریع گفته ولی حالا بذارید ما یه بار حل کنیم. این ضرایب استخراج میکنم. a مساوی با 1 ضریب x2، b اینجا 3 هست و c اینجا 2. اگر که بخوام از روش‌هایی که دستورایی که دارم خوب نگاه کنید که حاصل جمع این دوتا 3 میشه، حاصل جمع اینم 3، اینم که بلاغ عدد 3، پس یکی در میون ضرب اگه با هم جمع بکنیم با هم برابر میشه. پس میدونم به x به علاوه 1 تجزیه میشه. خب میتونم تقسیم بکنم به x به علاوه 1، یعنی یکی از ریشه‌اش منفی 1، پس اون یکی ریشه‌اش هم میشه منفی 2. تمام شد. اما اگر که این رو ندونیم، مثلا به اینجا توجه بکنید، اینجا نتونستیم تشخیص بدیم که چه حاصل جمعشون یکی در میون مثلا نمیشه، حاصل جمعشون یکی در میون نمیشه، با هم برابر نمیشه. این منفی 7، حاصل جمع تو منفی 2، پس بعد از روش کلی استفاده کنیم. قابل حد زدن حداقل برای من نیست. اولا نگاه کنید اینجا عبارت درجه 2 مون خودش درجه 2 یه جورایی، یعنی منظورم اینه که درجه 4، ولی در واقع اگه x2 رو t در نظر بگیریم، x2 رو اگه t در نظر بگیریم اون موقع t2 میشه x4. حاصلش میشه 2t2 منهای 7t منهای 4 مساوی با 0. یه همچین معادله درجه 2 خواهیم داشت که a در این معادله برابر است با 2، b در این معادله عبارت است از منفی 7 و c برابر است با منفی 4. خب حالا اگر که بذارم تو دستور کلی، دلتا میشه b به توان 2 منهای 4 تا a ضرب در c، b یعنی منفی 7 به توان 2 منهای 4 تا a میشه 2، c هم هست منفی 4، مساوی میشه با 49 منفی در منفی میشه به اضافه 8 4 تا 32 تا و حاصل جمع اینا میشه 81. خب خوب شد. یه مربع کامله، یعنی رادیکال دلتا میشه 9. حالا اگه میخوام اینو حل بکنم به روش دلتا، قرینه عدد b چند بود اینجا؟ b 7 بود. قرینه b میشه 7 به اضافه منفی رادیکال دلتا که میشه 9 تقسیم بر 2 برابر a که میشه 4. یعنی یک بار 9 رو به 7 اضافه میکنیم و یک بار کم میکنیم. 9 و 7 میشه 16 تقسیم بر 4 میشه 4.
یه جواب دیگه هم داره که مورد قبول ما نیست و اونم برابر است با 7 منهای 9 تقسیم بر 4 که میشه منفی 2 تقسیم بر 4 میشه منفی 1 دوم و این منفیه و چون منفیه غیر قابل قبوله. چرا غیر قابل قبوله؟ چون که t مربع یه عددیه و هیچ عددی وجود نداره که مربعش یه عدد منفی بشه. پس عدد مورد قبول ما برای t 4 هست و نتیجتاً x2 مساوی است با 4 و نتیجتاً x مساوی است با مثبت یا منفی 2. این بخش آخر جزء دستور معادله درجه 2 نیست و بخش اول هم جزء معادله درجه 2 نیست، چون اصلا ما معادله درجه 2 نداشتیم. ما یه معادله درجه 4 داشتیم که با یه تبدیل یا یک تغییر متغیر به جای x2t گذاشتیم و شکل اون معادله درجه 4 به شکل این معادله درجه 2 در اومد. این معادله درجه 2 رو حل کردیم. معادله درجه 2 ما 2 تا جواب داشت، 4 و منفی 1 دوم، اما این منفی 1 دوم برای معادله درجه 4 اولیه قابل قبول نیست. یعنی این منفی 1 دوم قابل قبول هست به عنوان ریشه این عبارت. به عنوان ریشه این عبارت یکی از ریشه هاش منفی 1 دوم، یکیش 4. اما منفی 1 دوم رو نخواهیم پذیرفت به خاطر اینکه میدونیم این داستانش از کجا شروع شد، چون این تی ما در واقع یه x2 بوده، یعنی به عنوان ریشه معادله درجه 4 قابل استفاده نیست. اون عدد مثبت قابل استفاده است و این هم از اون. یه عبارتی اینجا هست، اینجا بد نیست نگاه کنیم. مجموع حاصل ضرب ریشه های معادله درجه 2. معادله درجه 2 اگر بخوایم از این دلتا در نظر بگیریم که گفتیم اگر یه همچین معادله داشته باشیم به این فرمت حتما آرم مخالف صفر بگیریم وگرنه درجه 2 نمیشه. اگه آ صفر باشه میشه درجه 1 یا کمتر. اگه آ صفر نباشه همچین چیزی عبارت درجه 2. دیدیم که 2 تا ریشه داره. به فرض اینکه 2 تا ریشش حالا حقیقی باشه یا نباشه، میبینیم که اگه این 2 تا رو اگه با هم جمع بکنیم این مقدار مثبت منفی از تو صورت حذف میشه و میشه 2 تا منفی b تقسیم بر 2a و جوابش میشه منفی b. و اگر در هم ضرب بکنیم خب البته مخرج این عبارت اینجا محاسبه کرده دوستان نوشتن و اگر اینا رو در هم ضرب بکنیم میدونیم که این مخرج حالا 4a2 خواهد بود. اما صورت اگر دقت بکنید مثل اتحاد مزدوجه، منفی b به اضافه یه چیزی و منفی b منهای یه چیزی، پس میشه منفی b به توان 2 که حالا با b به توان 2 خیلی فرق نمیکنه منهای اون رادیکاله به توان 2 که اون هست b2 منهای 4ac. خب این b2 ها می‌بینیم که با هم میرن و منفی در منفی میشه مثبت و حاصل میشه 4ac تقسیم بر مخرج بود 4a2. این 4 با هم میرن، این a با یکی از اینا میره و میشه c. اینا رو همیشه یادمون هست که حاصل جمع میشه منفی b، حاصل ضرب میشه c. یه حالت خاصه بهتون میگم، اگه a1 باشه چی میشه؟ اگه a1 باشه میشه منفی b و این میشه c. در واقع اگه معادله به این شکل بهتون داده بودن x2 به اضافه bx به اضافه c مساوی با 0، حاصل جمع دو ریشه میشه منفی b، حاصل ضرب دو ریشه میشه c. و البته یه یادآوری بکنیم که معمولاً اگر که یک باشه معادله رو ممکنه به این شکل بنویسن x2 منهای sx به علاوه p مساوی با 0 که p از کلمه پروداکت یعنی حاصل ضرب گرفته شده که میدونی حاصل ضرب دو ریشه میشه این عدد ثابته که اینه، و این s یعنی حاصل از حرف سام یعنی حاصل جمع گرفته شده و این هم حاصل جمع این دو ریشه بود که دیدیم با هم دیگه. یه مروری بکنیم به ماکسیموم مینیموم تابع درجه دوم. تابع درجه دوم
مقدار ماکسیمومش رو در وسط اون دوتا ریشه به دست میاره. خب یعنی یه جوری باید میانگین دو ریشه رو به دست بیاریم. شاید حاصل جمع دو ریشه میدونیم که میشه منفی بی عام، پس نقطه وسط که میشه میانگین دوتا میشه منفی بی عام تقسیم بر 2، منفی بی تقسیم بر 2. پس اگر بهتون گفتن که حد اکثر یا حد اقل تابع درجه 2 در کدوم به ازای چه ایکسی رخ میده، اون ایکس همون ایکس وسط دوتا ریشه است که میشه نصف حاصل جمع و اینم فرمولش میشه منفی بی تقسیم بر 2a. چون میدونید که منفی بی تقسیم بر a میشه حاصل جمعش، پس نصفش میشه منفی بی تقسیم بر 2a. حالا مقدارش چقدر خواهد بود؟ ممکنه بگن مقدار ماکسیموم یا مینیموم تابع درجه 2 چقدر خواهد شد. قبل از اینکه جوابشو با فرمولشو به دست بیاریم، دوست دارم خودتون تمرین بکنید و به من بگید چی میشه. به جای x در معادله ax2 به علاوه bx، من عمدن تو پرانتز میذارم که بدونید باید چیکار کنیم، مساوی است با حالا y به جای x منفی b تقسیم بر 2a بذارید، میشه a تقسیم بر منفی b روی 2a به توان 2 به اضافه b در منفی b به روی 2a به علاوه c. این عبارت رو میخوام برای من حساب بکنید. من یه چند لحظه همینجا صبر میکنم منتظرتون تا شما حساب بکنید. من مرحله کمکتون میکنم. البته کمکتون میکنم. آرا می نویسم، این عبارت رو به توان 2 میرسونیم. صورت میشه B2. منفیشو نمیخوام بنویسید. مخرج میشه 4A 2 به علاوه این میشه چی؟ B رو در این منفی B ضرب کنید، در صورت ضرب کنید میشه منفی B2 تقسیم بر 2A. آفرین. اینجا انتظار دارم ساده کنید آ رو با هم دیگه. میشه 4A2 B2 تقسیم بر ببخشید اینجا آ رو با هم ساده کنید، مخرج میشه 4A صورت B2 منهای B2 تقسیم بر 2A به اضافه C. اگر که مخرج مشترک 4A بگیرم اینجا، کار خوبی به نظر میرسه. اینجا B2، اینجا منهای 2 تا B2، اینجا مخرج 4A یه دونه مخرج 1 به این در نظر بگیریم، صورت مخرج رو در 4A ضرب کنیم میشه به اضافه 4AC. یه B2 داریم، 2 تا B2 ازش کم میشه، پس میشه 4AC منهای B2 تقسیم بر 4A. صورتش منفی دلتاست، یعنی اینو حفظ میکنیم، منفی دلتا تقسیم بر 4A. توی صفحه 15 یه اصطلاحی به کار رفته، من خوشم میاد ازش و اونم صفرهای تابع درجه 2. من از اصطلاح صفرها خوشم میاد. صفرها اسم دیگه یه واسه ریشه های یک عبارت. تمرین 6 رو دوست دارم با هم دیگه حل کنیم. ضابطه جبری سهمیه‌های زیر رو با هم دیگه بنویسیم. ضابطه الف رو می‌خوایم حساب کنیم. خب این می‌دونیم 2 تا ریشه داره، یکیش x منهای 0 یعنی همون x، ولی من عمدن اینجا می‌نویسم که تاکید و تمرین باشه، و یکی هم x منهای 2 و احتمالاً یه ضریبی y مساوی با a در این عبارت. اگر که اینا در هم ضرب بکنیم ببینیم چی میشه. میشه a در x در x منهای 2. این دوتا رو در هم ضرب بکنیم میشه a در
x2 منهای 2x. اگه اینو در هم ضرب کنیم ادامه بدیم میشه ax2 منهای 2ax. این عبارتمون هست. و از طرفی میدونیم که مینیموم تابع یا ماکسیموم تابع یا اکسترموم تابع که اینجا مینیموم هست در چه نقطه‌ای رخ میده؟ در نقطه وسط دو ریشه. خب این دو تا ریشه‌اش یکیش 0 بود، یکیش 2 بود. وسط این دوتا میشه x0 مساوی است با 1، یا در واقع این 1 هست. 0 به علاوه 2 تقسیم بر 2 مساوی است با 2 دوم مساوی است با 1. خب حالا اگر مقدار 1 رو به جای توی این فرمول بذاریم میشه a منهای 2a، چون 1 دیگه و مساوی میشه با a منهای 2a میشه منفی a. خب از طرفی y مینیموم توی شکل داریم مساوی با منفی 4. پس منفی a مساوی با منفی 4، نتیجه میشه که a مساوی با 4. یعنی معادله خط مورد سهمیه مورد نظر ما میشه y مساوی با 4x2 منهای 8x. این از جواب الف. بقیه رو هم میتونیم به همین ترتیب حل بکنیم. بذاریم بریم سراغ ب یکم متفاوته. ب 2 تا ریشه مشترک داره یا ریشه مضاعف داره، یا حالا جورای دیگه میشه بیانش کرد. اگر ریشه مضاعف داشته باشه چی کنه که x منهای 2 به توان 2 باشه و یه آی هم حتما داره، y مساوی با ax منهای 2 به توان 2. خب بیایم داخل این معادله عرض از مبدأش رو حساب بکنیم. این اصطلاح معمولا برای خطا به کار میره، حالا من اینجا استثنا برای این به کارش بردم. بیایم به جای x 0 بذاریم. اگه به جای x 0 بذاریم اسمش رو بذاریم y 0. y 0 مساوی است با a در منفی 2 به توان 2 مساوی میشه با a در 4 یا به عبارت 4a. 4a مساوی با چند؟ 4. 4a مساوی با 4، نتیجتا a مساوی با چند؟ 1. y مساوی با x منهای 2 به توان 2. اگه بخوام گسترشش بدم از اصطلاح دوم استفاده میکنم و می‌نویسم x2 منهای 4 x به علاوه 4 و این معادله سهمیه مورد نظر ما هستش. اگر این جیم رو هم بررسی بکنیم، جیم هم یه شکل خاصی داره، اونم 2 تا ریشه نداره. اونایی که 2 تا ریشه دارن رو شبیه الف حل میکنیم. اما اگر که کلا ریشه نداشته باشه چی کار میکنیم؟ ما میایم یه خط افقی در نظر میگیریم، اون چیزی که تو ذهن من هست، یا اصطلاحاً این رو جابجا میکنیم میاریم بالا. منفی 1 واحد اومده پایین. اگه من اینو 1 واحد بیارم بالا به اون چیزی که دلم میخواد میرسم و میایم چیکار میکنیم؟ معادله رو برای اون وضعیت حل میکنیم. فرض میکنیم مماس هست و میگیم y مساوی است با a در x منهای 1 به توان 2 و بعد میایم به ازای 0 حلش میکنیم. y 0 مساوی میشه با a در 0 منفی 1 به توان 2 میشه a. و بعد اینجا میبینیم که حواسمون باشه که اینجا اگه گفتم اینو بیاریم بالا، در واقع اگه اینجا مبدأ مختصات در نظر بگیریم وقتی که منفی 2 واحد پایین تر نیست، منفی 1 واحده. پس اینجا a میشه منفی 1، نتیجتا a مساوی میشه با منفی 1. اگه تو این فرمول بذارم y مساوی میشه با منفی x منهای 1 به توان 2. منتها اون مال وقتی بود که خطمون با محور x ها مماس بود. حالا دوباره برش میگردیم یه واحد میاریمش پایین و نتیجتا یه منهای 1 بابت این اضافه میکنیم. ابتدا میاریمش یه واحد بالا، یعنی یه خط یه واحد پایین تر میکشیم و عددا رو بازسازی میکنیم. این عددا رو به دست میاریم و غیره و ذالک. یه یادآوری برای معادلات گویا: از معادلات گویا نترسین. دو طرف معادله رو
به صورت یک گویای مخرج مشترک گرفته شده به دست بیارید و بعد چیزی به صورت A تقسیم B مساوی با C تقسیم D خواهیم داشت که A و B و C و D عبارت جبری هستند و بعد طرفین وسطین کنید. AD مساوی است با BC. حالا اگر که این عبارت طرفین شد یه عبارت درجه 2 مشکلی نداریم، میاریم یک صنف و معادله درجه 2 رو حل میکنیم. شما راه حلتون رو برید جلو. اگر که به معادله غیر از معادله درجه 2 رسیدید توضیح بدید که حال باید این مسئله رو حل کنیم. اما معمولا دبیرای عزیز یه جوری سوال میدن که معادله همیشه معادله درجه 2 میشه نتیجتا. مثلا اینجا مشخصه، اینجا قراره بذار اینو با هم دیگه حل کنیم. یعنی یه مخرج مشترک میگیرم، میشه x در x منهای 3. اون وقتی میشه 3 تا x منهای 3 منهای 2 تا x مساوی است با 12 تقسیم بر 9 منهای x2. خب اینا رو در هم ضرب بکنیم. این میشه 3x منهای 9 منهای 2x تقسیم بر x در x منهای 3 مساوی است با 12. این ور رو بنویسم 3 منهای x در 3 به علاوه x. خب همین الان داریم چی کار میکنیم دیگه. یه جورایی این 3 منهای x با این ساده میشه و یه منفی میذاره. یه عده همچین کاری رو نمیدونن چیکار کنن، طرفین رو به x منهای 3 تقسیم میکنیم اصطلاحاً. خب الان اینجا یه عبارت درجه 1، این یه عبارت درجه 1، این یه عدده و این یه عبارت این که ساده شده یه عبارت درجه 1 و طرفین وسطی میکنیم یه معادله درجه 2 به دست میاد. این رو بذارید ساده کنم، 3x با 2xش میشه x منهای 9. پس جواب میشه x منهای 9 این در این، یعنی در x برای 3 مساوی است با منفی 12 این منفیمون در x. اینا رو که در هم ضرب بکنیم میشه x2 منهای 6x منهای 27 مساوی است منفی 12x. اینو که بیاریم اون سمت میشه x2 به اضافه 6x منهای 27 مساوی است با 0. و یه معادله درجه 2 حلش میکنیم دیگه. تو این معادله درجه 2 بذارید من رنگ خودکار عوض بکنم. a مون 1، b مون 6 و c مون منفی 27. دلتا میشه b2 منهای 4 ac میشه 6 به توان 2 منهای 4 در 1 در منفی 27. 36 6 تا 36 تا منفی در منفی مثبت 4 تا 27 تا میشه چند؟ میشه 108. 108 تا 36 میشه 144. رادیکال دلتا میشه 12. خب و حالا ادامه داستان میشه منفی b یعنی منفی 6 به علاوه منفی رادیکال دلتا این 12 تقسیم بر 2a میشه تقسیم بر 2. اگر منفی 6 و منفی 12 رو جمع کنیم میشه منفی 18 دوم میشه منفی 9. اگه منفی 6 و 12 رو جمع بکنیم با هم میشه 6 دوم میشه 3. یکی از جواباش 3 هست، یکی از جواباش منفی 9. یه چیزی در مورد معادلات رادیکالی بگیم. معادلات رادیکالی ممکن جواب نداشته باشن، اینو یادمون باشه. الان ساعت دوریدم درباره این یه نکته بگم. همه اینا بهتون میگم. اولا رادیکال حاصلش باید یه عدد مثبت باشه. پس اگر این عدد مثبت باشه با یک جمع بشه یه عددی میشه از یک بزرگتر یا حداقل. یه رادیکال، یه نکته در مورد معادله رادیکالی بگم که سال 2 رو دیدم به ذهنم افتاد، این که عبارت رادیکالی هرگز منفی نیست، یعنی بزرگتر یا مساوی با 0. پس این عبارت بزرگتر مساوی با 0، این عبارت هم بزرگتر مساوی با 0.
حاصل جمع این دوتا بزرگتر مساوی صفر با یک که جمع میشه. حاصل اینا رو که با یک جمع بکنیم، حاصل از یک بزرگتر نشود، کوچکتر نمیشود و هرگز صفر نیست. پس این جواب نداره. همین اتفاق واسه این میفته. این بزرگتر مساوی است با صفر، با دو که جمع بشه بزرگتر مساوی است با دوه. حالا اون که صفر از دو کوچکتره. پس هرگز رادیکال تی به علاوه دو با صفر مساوی نمیشه. بزرگتر از دو، بزرگتر از صفر. همینجور این بزرگتر مساوی است با صفر، این بزرگتر مساوی است با صفر. حاصل جمعشون ممکنه صفر بشه در صورتی که این دوتا با هم صفر بشن. حالا چه موقع این صفر میشه؟ هر وقت زیر رادیکال صفر بشه، یعنی هر وقت یکی منهای ایکس بشه صفر، یعنی هر وقت ایکس بشه یک. خب اگه ایکس یک بشه، ایکس منهای دو دیگه صفر نمیشه. ایکس منهای دو چه موقع صفر میشه؟ هر وقت ایکس دو باشه. خب اگر ایکس یک باشه این صفر نمیشه، هر وقت ایکس دو باشه این صفر نمیشه. یعنی برای اینکه هر دو صفر بشن هم باید ایکس یک بشه هم باید ایکس دو باشه. اگه اینجوری بنویسیمش جالب میشه که بهتر متوجه میشید. اون وقت نتیجه میشه یک و دو مساوی بشه. اگه این عبارت صفر بشه باید یک و دو با هم مساوی بشه که این نشدنیه. یه سری به ترسیم‌های هندسی بزنیم. نقطه پی به فاصله 1 سانتی متری از خط دی1 قرار دارد. این خط دی1 نقطه پی 1 سانتی متر. تمام نقاطی را که به فاصله 2 سانتی متری از نقطه پی هستند مشخص کنید. می‌بینیم که تمام نقاطی که از یه نقطه یه فاصله خاصی دارند یه دایره رو تشکیل میدن و صحبت از 2 سانت میشه و از یه دایره به شاید 2 سانتی متر، یعنی همچین دایره مثلا. خب قسمت ب تمام خطوطی که تمام نقاطی از خط دی که به فاصله 2 سانتی متر از نقطه پی هستن. خب همه نقاطی که تا پی 2 سانتی متر فاصله دارن روی دایره. حالا در واقع باید تمام نقاطی از دی1 رو پیدا کنیم که روی دایره. خب این خط دی1 و اینم دایره، پس میشه این دوتا نقطه جواب فعالیت 5 هستن. رسم عمود منصف یه پاره خط. شما یه دایره که شعاعش از نصف طول پاره خط بیشتره بکشید، با همون شعاع از اون سمت هم بکشید. چرا این کارو میکنیم؟ که محل برخوردش نقاطی بشن که فاصلهش تا A همون قدری باشه که فاصلهش تا B. مثلا اگه این طول 6 سانتی متره، یه دایره به شعاع 4 بکشید. تمام نقاطی که فاصلهشون 4 میشن این دایره. اینجوری هم یه دایره میکشین دوباره با همون شعاع 4. اون موقع نقاطی خواهیم داشت که فاصلهشون تا B 4. محل اشتراکشون دو تا نقطه به دست میاد، هم از A فاصلهشون 4 هم از B فاصلهشون 4. پس دو تا نقطه است که فاصله یکسانی دارن و تعریف ویژگی عمود منصف داره. بعد این دو تا خط رو با هم دیگه به هم وصل میکنیم. رسم خط عمود بر یک نقطه که روی اون خط باشه. چجوری این کارو بکنیم؟ یکی از روش‌ها اینه که ما نسبت به مرکز این یه دایره میکشیم، دو تا نقطه به دست میاد. خب حالا این دو تا نقطه که به دست میاد فاصله شون تا M چیه؟ مساویه. حالا اگه عمود منصف این دو تا نقطه رو به دست بیاریم، میشه این خطی که عمود و از اون نقطه M هم رد میشه دیگه، نه؟ یکی از روشاش اینه. اون کاری که الان اینجا انجام داده همینه. پس میتونیم یه دایره بکشیم، بعد شعاعشو بزرگتر بکنیم، دو تا نقطه به دست بیاریم و عمود منصف رو رسم بکنیم. خب خط عمود بر یک خط برای نقطه‌ای که واقع نیست چه کار کنیم؟ خط موربی رسم بکنیم، نقطه ای رو به دست بیاریم، از این نقطه تا این نقطه یه شعاع به دست بیاریم و یه دایره بکشیم، دو تا نقطه به دست بیاد. درست شد؟ همین شعاع رو از این سمت ادامه میدیم و از این سمت ادامه میدیم، نقطه دیگه به دست میاد.
عمود منصف خطی است که از اون نقطه عبور میکنه و جواب مسئله ماست. رسم خط موازی با خط داده شده. خب موازی چجوری رسم میکنیم؟ باز میتونیم یه خط عمود رسم کنیم. به این بلدیم. خط عمود چطوری میتونیم رسم کنیم؟ بلدیم. الان در واقع یه نقطه خارج از خط بلدیم عمود رسم کنیم. درسته؟ اینا هاشش دیگه نه؟ یه نقطه خارج خط بلدیم عمود رسم کنیم. حالا به این خط توجه بکنید. یه خطه و یه نقطه روشه. میخوایم عمود رسم بکنیم. تمرین بالاتری بود. درسته؟ خب پس اون عمودم بلدیم رسم کنیم. پس الان یه عمود دیگه رسم کنیم. این خط جدید که رسم کنیم چه نسبتی با خط اول داره؟ آفرین، موازیه. پس حالا جالبی هندسه اینه که یکی یکی تمریناتی که حل میکنیم ابزارهایی میشن برای حل تمرینات بعدی. نیم ساز میخوایم رسم بکنیم. نیم ساز چجوری رسم بکنیم؟ نیم ساز یه جورایی، حالا بعضی میگن شبیه عمود منصف میتونه باشه. حالا بهتون میگم چجوری. یه شعاع رو دلخواهی رو بکشید. 2 تا نقطه به دست میاد. درسته؟ اگه این 2 تا نقطه به دست اومده و این نقطه‌ای که اینجا هست رو تصور کنید یه پاره خطه و تصور کنید یه نقطه است و میخواید عمود منصف رسم بکنید، واسه این گفتم چیزی که به دست میاد نیم سازه. چون منصف اون قوسه دیگه. چون منصف اون قوسه نیم سازه. حالا چجوری این کاری میکنیم؟ چجوری عمود منصف رسم میکنیم؟ راه مختلفی هست، ولی یه چیزی که اون چند لحظه پیش داشتیم واسه ترسیم یک خط عمود برای نقطه‌ای که بیرون از یه خطه، به اندازه همین شعاع میتونیم از این سمت ترسیم بکنیم و ملتقاته رو بگیریم مثلا پی یا حالا هر چی و کار رو انجام بدیم. در مورد نتیجه 2 بعداً یه تمرین خوبی تو هفته نامه هفته دیگه براتون میذارم، به اون توجه بکنید. اون رو دوست دارم حل بکنید. هر نقطه که از 2 ضلع یک زاویه به یک فاصله باشه روی نیم ساز آن است. تمرین 1 میگه 2 تا پاره خط آبی و CD داده شده. نقطه‌ای بیابید که از 2 نقطه A و B به یک فاصله باشد، از 2 نقطه C و D نیز به یک فاصله باشد. خب ترسیمش رو به عهده شما میذارم، ولی میدونین که نقطه‌ای که از A و B به یک فاصله است حتما روی چی قرار داره؟ چنین نقطه‌ای که روی عمود منصفه. پس عمود منصف A و B رو رسم می‌کنیم. عمود منصف C و D رو هم رسم می‌کنیم. محل تقاطع 2 تا عمود منصف جواب خواسته شده است. چون این نقطه هم روی عمود منصف A و B، پس فاصله‌اش تا A و B با هم برابره. چون روی عمود منصف C و D، فاصله‌اش تا C و D هم با هم برابره. حالا یه نکته، آیا ممکنه 2 تا پاره خط A و B و C و D به شما بدن و چنین نقطه‌ای وجود نداشته باشه؟ بله. اگر که عمود منصف هاشون موازی هم باشن و روی هم نیافتن، اون وقت هیچ نقطه‌ای اشتراکی نخواهند داشت. یکی از ابزارهای خیلی قوی در هندسه قضیه تالسه. به نام ریاضیدان برجسته و بنیانگذار استدلال منطقی تالس نامگذاری شده و میگه که اگر که یک مثلث داشته باشیم و یک خطی موازی یکی از ضلع‌هاش بیاد اون رو قطع بکنه، اون موقع مثلث کوچکتری که تو دل اون مثلث بزرگتر میبینید شبیه مثلث بزرگتره و نسبت تشابه ضلع‌های مثلث کوچیک به مثلث بزرگتر
رو میدونیم که میتونیم استفاده بکنیم، بحث تشابهه به خاطر بخش اول که میگه متشابه. اما چیز جدیدتر که تالس میگه که از همون تشابه قابل استنتاج و به دست اومدن هست، میگه که اجزاء سمت راست به نسبت اجزاء سمت چپ یک ضریب برابری رو به ما میدن. یعنی مثلا آدی به آیی نسبتی که به دست میاد نسبت سمت چپ به راسته با بی دی به ای سی که بازی بخشی از سمت چپ و سمت راسته با همون نسبت به دست میاد. توابع گویا به هر سری از هر کدوم از اون خانواده از توابع میگن که صورت و مخرجش یه چند جمله‌ای باشه. الزامی نیست که درجه 1 باشه صورت و مخرجشون، میتونه صورت و مخرجش درجات بالاتری داشته باشن. دو تا تابع با ضابطه مشابه داریم. این یه نکته خیلی مهمی در مورد تابع ها هست که دو تا تابع وقتی با هم برابرن که نه تنها ضوابطشون رو بشه شبیه هم کرد، بلکه دامنه‌هاشون هم با هم برابر باشن. اینجا یه مثالی زده از دو تا تابع متفاوتن که ضابطه سمت راست این یک ایکسومه، این هم همینطور. ضابطه این بخش هم یک ایکسومه. حالا کلا ضابطه این همش یک ایکسومه، ضابطه این هم همش یک ایکسومه، ولی اینا دو تا تابع مختلفن. چرا؟ چون دامنه‌های متفاوتی دارن. یا بعضیا میگن که شکل تابع‌هاشون فرق میکنه. اینم استدلال جالبیه. وارون یک تابع و تابع یک به یک. وارون یک تابع چیه؟ اگر مثلا داشته باشیم y مساوی است با 2x به علاوه 5، اگه جای x و y رو عوض بکنیم، حالا من با x و y متفاوتی می‌نویسم، مثلا x بزرگ مساوی است با 2 تا y بزرگ به علاوه 5، بعد حالا اینو بیاریم بر 2 تا y بزرگ، یعنی فقط این سمت نوشتمش، 5 رو می‌فرستم اونور میشه x منهای 5، و تقسیم بر 2 کنم y مساوی است با x دوم منهای 5 دوم. این چیزی که الان به دست اومد نسبت به اون چیزی که اول داشتیم، این وارون اونه. اگه شکلش رو بخوایم ترسیم بکنیم، مثل این میمونه که مثلا اگه یه همچین شکل داشته باشیم، وارونش میشه همچین چیزی. یعنی نسبت به نیمساز ربع اول و سوم قرینه همن. خب جالبه بدونیم مثلا y مساوی است با x2 که به توان 2 میشه، وارونش میشه y مساوی است با رادیکال x جذره، و شکل این دوتا به هم، این y مساوی است با x2 و این y مساوی است با رادیکال x، قرینه هم دیگه شکلشون. منتها y مساوی است با x2 یه همچین بخشی داره، اما y مساوی است با رادیکال x همچین بخشی رو نداره. حالا یه سری نکات هست که وارون یک تابع الزاماً یک تابع نیست. وارون یک تابع خواهیم دید که گاهی اوقات تابع نخواهد شد. مثلا در واقع وارون y مساوی است با x2 میشه مثبت و منفی رادیکال x که این دو تا تابع است. به صورت دو تا تابع میتونیم معرفیش کنیم. یکی رادیکال x y مساوی است با رادیکال x و بخشش به صورت منفی رادیکال x y مساوی است با منفی رادیکال x هست. چرا وارون y مساوی است با x2 تابع نشد ولی اون 2x به علاوه 5 تابع شد؟ دستور کلیشو بهتون بگم که زیاد ذهنتون درگیر نشه. اگر تابع ما 1 به 1 باشه، وارونش تابع میشه. اما اگه 1 به 1 نباشه، وارونش به ازای همون مثل چند تا نقطه به تابع‌های مختلفی تقسیم میشه. اینجا چون حالا بعضی به شوخی میگن 2 به 2، ولی هم چیزی نیست. 1 به 1 داریم ولی 2 به 2 یا 3 به 3 نداریم. به تابعی که نگاه کن، اینجا تابع ما هر خط افقی که بشیم 2 بار قطعش میکنه و حاصل میشه 2 تا تابع. در واقع این قسمتش یکیه و این قسمتش یکی دیگه میشه. این هم از این. تابع 1 به 1 رو گفته یعنی چی؟ تابع 1 به 1 یعنی این که
اولا یه یادآوری به تابع بکنم. تابع یعنی مثلا اگر ما به ازای 1 شد 5، دفعه بعدی به ازای 1 بشه 5، هر دفعه دیگه به ازای 1 بشه 5، این میشه تابع، یعنی 5 تابعی از 1. به ازای 2 هم میتونه 5 باشه، کاری نداریم، ولی به ازای 1 بشه 5. یعنی اگه به ازای 1 شد 5 بعد به ازای یه چیزی که نمیدونم چیه شد 6، ما میدونیم اگه این تابع این هر چیزی هست به جز 1 و البته هر چیزی هست به جز 2، چون اگه 1 یا 2 باشه باید بشه 5. تابع چنین حالتی داره، اگه به ازای مقدار دیگه رو به شما داد همیشه همون مقدار خواهد داد. یعنی اگه اینجا به جای 1 بهتون 5 داده همیشه به جای 1 بهتون 5 میده. پس اگه یه چیزی شد 6 ما میدونیم دیگه اون 1 نیست یا اون 2 نیست. حالا تابع 1 به 1 چیه؟ تابع 1 به 1 در مورد مؤلفه دوم با ما صحبت میکنه. میگه اگه تابعی داشتیم که به ازای 1 داد 5، دیگه به ازای 2 به ما 5 نده. الان این تابعی که اینجا داشتیم یه تابع 1 به 1 نیست. تابع 1 به 1 میگه امکان نداره که دو مقدار مختلف یه مقدار مشابه بده. مثلا اینجا این تابع 1 به 1 نیست. چرا؟ چون 1 و 2 و 3 همشون رفتن به 6. اگه 1 به ما 6 رو میده دیگه چیز دیگه‌ای به ما 6 رو نباید بده. اینجا به ما 1 رو داده 4، 2 رو داده 5، 3 رو داده 3، 4 رو داده 1. اوکی، این تابع است. اولا 1 همیشه به یه چیز رفته، 1 به دو چیز مختلف نرفته. و بعد اینکه 1 به 1 هم هست، یعنی 1 به 4 رفته، هیچ کس دیگه به 4 نرفته. اینجا تابع است، 1 به 2 رفته، همیشه 1 به 2 رفته، 1 به چیز دیگه به جز 2 نرفته. این تابع است، 2 به 2 رفته، 3 به 5 رفته، 4 به 5 رفته، 3 به چیزی به جز 5 نرفته، 4 به چیزی به جز 5 نرفته، 2 به چیزی به جز 2 نرفته و 1 هم به چیزی به جز 2 نرفته. اینجا نمیبینیم که 1 به چند چیز رفته باشه، پس تابع است. اما 1 به 1 نیست. 1 به 1 نیست. اینجا تابع است چون 1 به 4 رفته، همیشه دیگه هیچ مثالی از 1 به چیز دیگه بره، یه چیز دیگه به جز 4 بره نداریم. 2 هم به 5 رفته، 3 هم به 3 رفته، 1 هم به 4 رفته، تابع است. و 1 به 1 هم هست. 1 به 1 هم هست. خب حالا وارون تابع یعنی 4 رو بیاریم به 1 ببریم، 5 رو به 2 ببریم، 3 رو به 3 ببریم، 1 رو به 4 ببریم. تابع وقتی 1 به 1 باشه نیست فقط 1 بوده که به 4 رفته، پس 4 به جز 1 به چیز دیگه ای نمیره. ویژگی 1 به 1 بودن که فقط یک مقدار هست به این میاد به ما اجازه میده که وارونش هم یک تابع بشه. 4 به 1 رفته، 5 به 2 رفته و بعد حتما 1 به 1 وارونش. چرا؟ چون به دو چیز مختلف نمیتونه بره، چون تابع بوده، یعنی دو چیز به اون نیامدن. پس یک تابع 1 به 1 وارونش تابع است و 1 به 1. در واقع تابع بودنش رو مدیون 1 به 1 بودن میبینه و 1 به 1 بودن رو طبیعتاً به خاطر تابع بودن نتیجه میده. خب بذار ببینیم اینجا یه تابع داریم که 1 به 1 نیست. ببینیم وارونش چی میشه. وارونش اولا 2 5 رو 2 رو میبره به 1، 2 رو میبره به 2، 5 رو میبره به 3 و 5 رو میبره به 4. میبینید که تابع نیست. تابع نیست. چون اون 1 به 1 نبوده این یکی تابع نیست. برای اینکه وارون تابع بشه، برای اینکه وارون هر مقداری رو اکیداً به یک مقدار ببره، باید اون تابع اصلیمون 1 به 1 می بود که اکیداً یک مقدار به اون مقدار نگاشته می شد. اینجا مثالی داریم که 1 به 1 نیست. ببینیم تابع هست یا نه. 6 و 5. 5 به 4 میره، خوب. اما 6 هم به 1 میره، هم به 2 میره، هم به 3 میره. تابع نیست. چون 1 به 1 نیست، حاصلش هم تابع نیست. حاصل وارونش هم تابع نیست. این رو خیلی نکته جالبیه، خیلی قشنگه. اینجا من یه شکل تابع میبینم. اینجا من یه تابع میبینم 1 به 1 هم هست.
اینجا یه تابع میبینم ولی 1 به 1 نیست. این وارونش وارون جی این تابع نیست. چرا؟ چون خود جی 1 به 1 نیست. ولی اف معکوس تا وارون تابع اف یک تابع خواهد بود. بذار ببینیم در مورد این چیزا درک خوبی از تابع داریم. اگه گروه خونی یک انسان رو بدونیم، مثلا بدونیم گروه خونی من AB هست، آیا یا مثلا یه نفر هست، یک نفر، یک ایکسی، یه شخصی اومده از در داخل، گروه خونیش AB هست، AB مثبت، آیا میدونی که اون فرد کیه؟ آیا منم یا کسی دیگه یه؟ نه. چرا؟ چون انسان‌های مختلف ممکنه گروه خونی مشترک داشته باشن و یه سری افراد دیگه گروه خونی دیگه. این تابعه، چون مخصوص هر کسی. اگه من گروه خونیم AB مثبته، همیشه گروه خونیم AB مثبته. اگه ایشون گروه خونیش A منفیه، همیشه پس تابع هست، اما تابعش 1 به 1 نیست. چون تابع 1 به 1 نیست، اگر بگم کی گروه خونیش، کدوم یه نفر گروه خونیش AB مثبته، همچین چیزی وجود نداره، افراد مختلفی هستن. اما در مورد اثر انگشت، یه نفر هست اثر انگشتش اینه، ببخشید نقاشی من خوب نیست، یه نفر دیگه اثر انگشتش یه چیز دیگه است و باز یه نفر دیگه هست که اثر انگشتش یه چیز دیگه است. آیا اثر انگشت یه نفر داشته باشیم میدونیم که اون یه نفر کیه؟ بله، چون یک تابع 1 به 1. تناظر بین اثر انگشت و هویت فرد یه تابع 1 به 1، یک رابطه و تناظر 1 به 1.